سلام. امشب خونه مامانم مهمونیم، شما هم بیاین. مامانم همیشه جلو در میسه اما استقبال میکنه. صدای ماچ ایرانی حتما باید 3 تا باشه. ماچ تو خانواده ایرانی خیلی مهمه. اینجا که میبینی خونه با عشق مامان بابای منه. شربت آلبالوی مامانم حرف نداره. نه خوبه. یکم حال احوال کردیم با هم دیگه تا ببینیم بابام کجاست. بابام تو بالکن بود. اینم از بابام یکی از بهترین باباهای دنیاست. اینجا هم چون اولین بار دارم فیلم میگیرم شوکه شده، نمیدونه چه خبره. بابام. ببین کی اومده، داداشم و شیبا و شمین. همون قضیه 3 تا مارچ بازم اجرا میشه. فعلا شیبا برادرزادمه. یه چایی خوردیم، رفتیم سراغ شام. یه زرش پلوی محشر مامانم درست کرده بود. سر شما مسئوله با مزه تعریف میکنیم، مثل همیشه بگو بخند و عشق و حال. اینجا داشتم بخورم معلوم نمیشه جلو دوربین چیزی بخورم اما من نگیره، ولی من بازم ازش گرفتم. گفتم نمیشه که همه باید داداش منو ببینن. اینجا میخواستم واسه شما جذاب بشه، گفتم محمد دوست پسر و در صورت که ما 5 سال ازدواج کردیم. محمد هم میگه آره باباتم خیلی اوپن ماینده. هیچی دیگه با بگو بخند شما خودمون تموم شه. من خیلی فوتبال نیستم ولی داداشم اینا نشستم فوتبال دیدم. حدود ساعت 12 هم جمع کردیم که بریم. اینجا هم دیگه بوس کردیم و خدافظی. شما فکر کنین خونمون خیلی دور و خیلی کم همو میبینیم، ولی واقعیتش اینطور نیست. دیگه که این اولین ولاگم و اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین. دوستتون دارم.